و اولین حدیث هم حدیث توحید است. انما الاعمال بالنیات. البته نتیجه عمل ها وابسته بر نیت ها هست، نه به بزرگی عمل و نه به زیبایی عمل، بلکه وابسته به عقیده انسان است. اگر نیت او دریافت رازگی الله سبحانه و تعالی باشد، آن عمل مقبول درگاه الهی است. اگر آن برای خودنمایی، برای ریای و برای شهرت یا برای جمع پول و مال باشد، این البته شرک است. این حدیث انما الاعمال بالنیات با این کتابشان را شروع کردم. یعنی عملها وابسته بر نیت ها هست و ایمان هم، توحید هم و شرک و کفر هم این منبعش قلب انسان است. بنابراین الله تعالی در باره منافقان گفت که فی قلوبهم مرض، در دل آنها بیماری هست. این اگر دل اگر اصلاح شود، قلب اصلاح شود، باقی مانده اعضاها اصلاح می شود و منبع ایمان و توحید هم در همین قلب است. بنابراین امام بخاری رحمت الله علیه با کتاب توحید، با حدیث انما الاعمال بالنیات که شامل توحید است و علیه شرک است شروع کردند و این چون آخرین حدیثشان هم توحید است. ما این حدیث انما الاعمال بالنیات را در شرح اولی کتاب صحیح بخاری در کتاب بدء الوحی شرح دادیم، اگرچه مختصرتر است. این چون در کتاب در ابتدای شرح 40 حدیث 2 ساعت شرح دادگی هستیم، میتوانید به شرح آن برگردید و ما نزدیکی انشالله شرح عمدة الاحکام را شروع میکنیم. در بدایت کتاب عمدة الاحکام هم اولین حدیث انما الاعمال بالنیات هست، در آنجا بعد انشالله شرح و معنی میگوییم. خلاصه امام بخاری خود را و دیگرها را با این حدیث نصیحت میکنند که هر عملی که میکنید خالص برای رازگی الله سبحانه و تعالی کنید.